نویای سینای شهر دوشنبه 30 مارت سال 1975 با فرمان سویتی وزیران رئیس تاجیکستان رقم 874 به نام فرمانده شهر دوشنبه تشکیل شده است. در اساس قرار مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه تحت رقم 46 از 27 سپتامبر سال 2003 به نام همچون ناحیه سینا نامگذاری شده است. ناحیه کلانترین ناحیه شهر دوشنبه به حساب می رود. اهالی ناحیه سینای شهر دوشنبه باشد به حالت امروزه به 307,000 نفر رسیده است. باید ذکر کرد که در حالت بهبودی بخشیدن، در حالت تقسیم شدن به دو تقسیم شدن ناحیه، من فکر میکنم نظارت اساساً از بالای چنین ساحه ها شاید بیشتر، خوبتر، زیادتر میگردد، چون که مقامات مرکزی ناحیه سینا از تقسیمات مقصد ناحیه استفاده میکنه، شاید که در سمت ضروری باز هم بهتر، خوبتر شاید که کارهایی که به عهده دارد انجام دهد. زیادشوی اهالی شهر ما هم میدونیم این نزدیک قریب 2.5% ممکن از این هم زیادتر باشد. این زمان اهالی شهر دوشنبه از 766,000 اهالی را تشکیل میکند. این اگر مهلت حسابی نقشه گنرالی تا سال 2030 اگر حسابی کرده شده باشد، این در سالهای رشدی حسابی از 1 میلیون هم اهالی میگذرد و امروز ما خواهیم نخواهیم این نقشه‌ای که تهیه شدگی است مورد عمل قرار دادن در کار است. برای مردم هم جای زیست در کار است، هم جای استراحت در کار است، هم جای از همه اینفراستراکچورهای شهری استفاده بردن لازم است. من گمان میکنم که مشکلاتی که در شهر دوشنبه مخصوصا در ناحیه سینای پایتخت با وجود آمده است، این مشکلات ها هم مشکلات های ابجکتیو هستند و هم سوبجکتیو هستند. البته وسیع شدن شهر دوشنبه نشانه بهبودی است، نشانه بالاروی است، نشانه سطح زندگی مردم بالا رفتن است. از دیگر جهت ناحیه سینا خیلی مشکلات هایی دارد که آنها در موردی به دو قسم تقسیم شدن این ناحیه حل خود رو خوبتر می‌یابند. من گمان میکنم که ساختار ناحیه‌ای که تشکیل می شود و مسائل جدی که در ناحیه وجود دارند، این مسائل فعلا حل خود را یافته ایستادند، لیکن در مورد به دو تقسیم شدن ناحیه مشکلات هایی که وجود دارند آنها حل خود را بیشتر می‌بینند و همچون عاجل‌تر عملی کرده می‌شوند.